امسال در فضای آرام و آسوده و ثبات پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور ارائه گردید. پیام سرور دولت را که راهنمای رشد ساحه‌های خواجگی خلق میباشد تمام کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دست جمعانه تماشا کردند. تمام اون نشان دهنده هایی که در سالهای 2013 در 7 سال گذشته 2013 2019 به نقشه گرفته شده بودند از جانب مردم شریف تاجیکستان، از جانب حکومت کشور به پررگی اجرا رسیدن که این در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طور مفصل بیان کرده شد و باید با افتخار کامل ذکر نماییم که در اساس عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 این نشان دهنده به طور زیرین معین کرده شدند. مثلا مجموع محصولات داخلی در پیام پرزیدنت معظم کشور به 7.5% نشان داده شد که یک نشان دهنده بسیار بزرگ ماکرواقتصادی امروزی جمهوری تاجیکستان را انعکاس میکند. در اساس عملی کرده شدن نقشه های اجرایشی کارهای صنعتی از جانب این با اقتصادیات ملی با اطراف 13.1% با از حساب خواجگی قشلاق از حساب نظام بانکداری کشور با رشد من بعدی مجموع محصولات داخلی کشور چطوری که در پیام ذکر کرده شد یک تکان جدی رسانیده شد. در پیام خود به مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت را برای دوره‌های آینده معین کرده اید به پیشبرد منفعتبار سیاست خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های اقتصاد و صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافع، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص به میان گذاشتند. پیام پیشوای ملت را اهل کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه در مجلسگاه‌های دانشگاه، مجلسگاه‌های فاکولته‌ها، مرکز تستی دانشگاه، صنفخانه‌های علاهیده و خوابگاه لیسه با اخلاص و خواهشی بلند و توجه خاصه تماشا کردند. تمام مسائلی که در پیام بررسی شدند محض روی 4 هدف استراتژی کشور، این برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تامین امنیت اوزقواری و رشد صنعت کنونی مملکت نگرانده شده بود و در زمینه این 4 هدف استراتژی سخن روی آن بود که چطور ماست امروز در زمینه علم، معارف، در زمینه آموزش جوانان امروز، نورسان امروز می توانند باز هم زندگی کشور را، باز هم آبروی اعتبار کشور را در عرصه بین‌المللی بالا بردارند. سرور دولت پیشوای ملت ضمن ارائه پیام قید نمودند که سال 2019 با رویدادهای نهایت مهم و خاطرمان خود برای مردم شریف تاجیکستان و دولت صاحب استقلال تاجیکان سال واقعا تاریخی بود. ضمن تماشای دست جمعانه استادان و دانشجویان دانشگاه اظهار نمودند که پیام این راهنمایی است که باید هر نفر آن را سرمشق فعالیت خود قرار دهد. پیشوای ملت در پیام خود برای رشد خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان راههای گوناگون نشان دادند و از جمله در آنجا قید کردند که برای تشکل دادن و رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان دادن روادید بسیار کرده و مهلت دراز از جمله به آن صاحبکارانی که به اقتصاد جمهوری تاجیکستان زیاده از $1,000,000 سرمایه‌گذاری میکنند برای آنها دادن روادید به مهلت 5 سال و بسیار کرده را پیشنهاد کردند. همچنین برای آن شخصانی که زاده جمهوری تاجیکستان هستند و در خارج کشور استقامت میکنند برای آنها دادن روادید 3 ساله را پیشنهاد نمودند و البته سپارش‌ها به مقامات‌های داخلی دولتی داده شد و البته در مهلت‌های نزدیکترین لایحه قانون تیار کرده شده قبول می‌گردد و این برای باز هم رشد یافتن صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان زمینه اساسی به حساب می‌رود. همچنین استادان و دانشجویان افزودند که پیام پیشوای ملت من بعد از جانب ما به طور ضروری آموخته شده در عملی نمای دستور سپارش‌های تاکید گردیده کوشش به خرج خواهند داد.